خب سلام. این ویدیویی که الان روش زدید در اصل مال 2 هفته پیشه. یعنی اگر داخل ویدیو نوشته شده که 3 هفته پیش، 2 هفته بعد از اون 3 هفته است. یعنی مجموعاً میشه 5 هفته پیش. اگر میبینید که موهای من کچله، دلیلش هم فردا میبینید. راستش رو بخواید چون صحبت داشتم باهاتون، اومدم اولین ویدیو و باهاتون دارم صحبت میکنم. امروز من قرار 100K بشم یا فکر کنم 100K شدم، نمیدونم. گفتم که امروزی که قرار ویدیوی چنل استریمو بذارم، خالی از لطف نیست که از همتون، از تک تکتون تشکر کنم که اگر شما نبودید واقعا این عدد به اینجایی که الان هست نمیرسید. دوست داشتم اول این ویدیو بیام و ازتون تشکر کنم. توی یکی از با ارزش ترین لحظات زندگی منو قرار دارم و دوست دارم که این لحظه رو باهاتون در میون بذارم. توی این 3 سالی که گذشت خیلی به من لطف داشتید. خیلی 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 دوستتون دارم و امیدوارم که از 100K به بعد، که دقیقا میشه گفت از الان به بعد، کانتنت هایی رو درست کنم که لایق توه، همینطور لایق عدد 100K. من زیاد نمیخوام وقتتون رو تلف کنم، فقط این که اینو بدونید من الان داخل یه ویدیوی دیگه ای هستم که قراره چهارشنبه 2 هفته بعد از چنل مطلی، از چنل اصلی من ببینیدش و راجع به اینه که چجوری انقدر زود 100K شدم. بریم با هم دیگه ویدیوی خریدن گوشی منو ببینیم. پیس. سلام، اسم من علیرضا مطلیه و امروز قراره کلاهبرداری کنیم. قیمتی که بریدن واسه مالیات، من تا شنبه باید بهشون پولو بدم، نزدیک 140 میلیونه، کم کم $2000. درگیر یه ویدیو هم 10 میلیون تومان. خب اولین درسی که هست اینه که دوستان عزیزم، مال مردم خوری بد بیاریه. مال مردم رو نخورید داداش، مال مردم رو نخورید. من آقا مال این آقا رو خوردم، هم اون ارتباطی که در گذشته با هم دیگه داشتیم خیلی ضعیف‌تر شده و همین که اون گوشی که بود من داخل اون ویدیو سفارش دادم. دوستان از طرف سایت خریدار به من زنگ زدن و بهم گفتن که 2 بار بهم زنگ زدن. هفته اول زنگی که بهم زدن بهم گفتن که اول نوچار تیتانیوم نداریم. من گفتم آقا فدای سرت، نوچار تیتانیوم نمیخوام، اصلا من نوچار تیتانیوم نمیخوام، برام هر چیزی که دارید مشکیه رو بدید. اون موقع گفت مشکیه موجوده. من گفتم که آقا باشه اوکی، مشکل نداره. 2 هفته بعد به من زنگ زدن، گفتن که اون گوشی که شما سفارش دادی ریجستری نیست، ریجستر نیست، نات اکتیوه. شما مجبوری که مثلا نات اکتیو بگیری به جای اکتیو، که فرق قیمتیشون 41 میلیون تومان بود. یعنی گفتن که 41 میلیون تومنه پول باقی مونده رو ما به حساب شما واریز میکنیم. و اینجا بود که من گفتم داداش دم شما گرم نمیخواد. چند هفته گذشت؟ 3 هفته گذشت از زمانی که من اون گوشی رو سفارش دادم. دیگه من اینجا دیگه زد به سرم و به شرکت گفتم که آقا دم شما گرم نمیخواد، پول منو پس بدید. کلا پول منو پس دادن. توی همین فاصله ای که من به شما عرض کردم قیمت گوشی از 140